سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم حال دلاتون خوب باشه. امروز اومدیم به 10 تا از مهمترین قوانین کشور کره شمالی بپردازیم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم ممنون میشم که من رو لایک و سابسکرایب بکنید و حتما یه کامنت خارجی بذارید تا حسابتون نپره. خب بریم که ویدیو رو شروع بکنیم. این تصویری که چند ثانیه دیگه بهتون نمایش داده میشه رو فکر میکنم باید اکثرتون بشناسید. این تصویری که الان شما دارین میبینین رئیس جمهور این کشور هست، آقای کیم جونگ اون، و ایشون این کشور رو اداره میکنه و رئیس جمهور فعلی این کشور ایشون هستش. قوانین بعدی این کشور این هستش که شما نمیتونید از این کشور خارج بشید. فقط در صورتی میتونید خارج بشید که تیم ملی کشور شما در مسابقه برنده و قبول شده باشه، که در این صورت هم خانواده شما گروگان گرفته میشه تا شما از این سفر برگردید. این کشور رسانه های شما رو کنترل میکنه و جالبه بدونید که شما نمیتونید تماس های تصویری بین المللی رو برقرار بکنید و یا شما نمیتونید که موزیک های خارجی گوش بکنید و فقط باید به موزیک های محلی این کشور گوش بکنید و شما برای زندگی در پایتخت این کشور نیاز به مجوز دارید. و جالبه که بدونید اگه یک روز صبح شما با شلوار جین به بیرون بیاید شما به اشد مجازات تبعید میشید. و جالب این رو هم بدونید که تمام مدل موهای مردمان این کشور شبیه هم هستن، چون مردم این کشور اجازه ندارن که مدل موهای خودشون رو انتخاب بکنن. خوشحال میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومد من رو لایک و سابسکرایب بکنید و حتما اگه این ویدیو مورد نظر توجه قرار بگیره قوانین کشورهای مختلف دیگه رو براتون میذارم. مرسی.